Hi, how are you? My name is Mani. به این ویدیو خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم با آموزش ورد قسمت اول بریم با هم دیگه آموزش رو ببینیم. امیدوارم از این آموزش خوشتون بیاد. قبل از اینکه شروع کنیم حتما لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روی آل بذاره که وقت ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده و شما اولین نفری باشید که ویدیو. خیلی خوب دوستان، خیلی خوش اومدین به آموزش. قبل از اینکه شروع کنیم باید اینو در نظر داشته باشین که شما باید از قبل برنامه های آفیس رو نصب کرده باشید. برنامه های آفیس چی هستن؟ برنامه های هستن که همون ورد، پاورپوینت، اکسل و اکسس و خیلی از چیزهای دیگه از مایکروسافت آفیس در توش هست و در این قسمت ورد هم یکی از برنامه های مایکروسافت هست. بریم با هم دیگه آموزش رو ببینیم. من تو این جلسه چند تا عکس هم برای شما گذاشتم که میتونید اینا رو حتما نگاه کنید. اول از همه باید شما توی سرچ بار لپتاپتون یا کامپیوترتون سرچ کنید ورد، براتون میاد. حتی میتونید با کلیک راست کردن هم ورد رو باز کنید. خب توی این قسمت باید شما از قسمت نیو یه دونه صفحه سفید درست کنید. میتونید اون صفحه سفید رو یه مثلا اگه اینترنت رو وصل کرده باشه میتونید به جای اینکه یه صفحه سفید باشه مثلا یه چیز آماده ای که خود مایکروسافت براتون گذاشته از اون استفاده کنید به عنوان یه مقاله یا یه چیز ساده و ازش استفاده کنید. اول از همه من از این قسمت از فایل شروع میکنم. میخوام با این قسمت خوب آشناتون کنم. انا خب همطور که توی عکس میبینید توی این قسمت توی این اینفو یه بخشی هست که این کارا رو میکنه. بخشی که مشخصات سند و تنظیمات امنیتی، این تنظیم گزارشی برای سند و غیره توی این قسمت ایجاد میشه. گزینه یه سند جدید باز میکنه. اوپن برای باز کردن این سند موجود، یعنی از قبل وقتی یه ورد درست کردی، یه سند ایجاد کردی، یه پی دی اف ایجاد کردید، میتونید با گزینه اوپن همونو باز کنید و یه سری تغییرات رو ایجاد بدید. گزینه سیو که سند رو ذخیره میکنه. سیو از با یک نام دیگر ذخیره‌اش میکنه. پرینت هم اگه یه پرینتر داشته باشید براتون ورد رو براتون پرینت میکنه. اون قسمت اون متنی که نوشتین رو در ورد رو براتون پرینت میکنه. شیر هم میتونید اشتراک گذارش کنید. اکسپورت تبدیل فایل ورد به فرم‌های دیگه مثل پی دی اف. مثلا بعضی هستن کتابی می نویسن، وقتی کتاب می نویسن میخوام به صورت پی دی اف اشتراک گذاریشون کنن، به اشتراک بذارنش میتونن از قسمت این تبدیل به پی دی افش کنن. کلوز هم برای بستن سند اجرا میشه. از این قسمت هم اکانت. از این قسمت میتونم به اطلاعاتی مربوط به حساب مایکروسافت خود دسترسی پیدا کرد، تمام زمینه های خود را. این قسمت ما زیاد کار باهاش نداریم، ولی اگه بخوایم مثلا تم یا فونت دیگه بهشون اضافه کنید میتونید از طریق گوگل دانلود کنید و اون فونت رو وصل کنید به وردتون و از فونت های دیگه استفاده کنید، چون بیشتر فونت های توی ورد همشون انگلیسی هستن و زیاد از فارسی پشتیبانی نمی کنن. بعد از اون میخوام با قسمت فونت آشناتون کنم. این قسمت هایی که میبینید که این دکمه ها چیکار میکنن، چه کارایی دارن و برای چی استفاده میشن.
توی این قسمت، توی قسمت سیوز که قبلا براتون چند دقیقه پیش براتون توضیح دادم، یه کارهای خاصی انجام میده که طبق اون عکسی که براتون گذاشتم میریم با هم دیگه نگاه کنیم. قسمت این قسمت برای اسنادی که اخیرا استفاده کردی میتونید توی اون نگاش کنید. اسنادی که پوشه رایانه توش موجود است، میتونید از این قسمت به پوشه هاتون دسترسی پیدا کنید. این قسمت هم برای امکان انتخاب سند موجود از کل فضای رایانه میتونید اون فایل یا سندی که میخواین انتخاب کنید و توی این قسمت انتخاب کنید. بعد از اون میخوایم با قسمت سیو کردم فکر کنیم. مثلا فکر کنیم شما توی وردتون چند چیزی نوشتی، مثلا فکر کنید یه چیز نوشتیم و بعد میخواین اینو سیو کنید. سیو که میزنید توی این قسمت مینویسین دسکتاپ و شما اینو ذخیره میکنید. توی این قسمت پایین که میبینید میتونید با فرمت های دیگه هم ذخیرش کنید. مثلا میتونید با این وردی که نوشتین رو با PDF ذخیره کنید، یا میتونید از نسخه های قدیمی ورد ذخیره کنید که من رایج‌ترینشون رو توی این تصویر براتون گذاشتم. یکیش این ورد 98 2003 است که قالب نسخه قدیمی ورد با پسوند 1 داک است. توی این قسمت هم ورد تمپلیت قالب الگو با پسوند دات ایکس هست. توی این قسمت هم که بهتون گفته بودم میتونید با قالب PDF با پسوند PDF ذخیرش کنید. بعد حالا بریم به این قسمت. بعد بیایم این قسمت میخوام با قسمت فونت آشناتون کنم. ببینید وقتی من مثلا میخوام آدرسی به شما بدم و بگم از فلان دکمه در فلان جا استفاده کنید، مثلا میگم توی insert یا توی قسمت مثلا توی قسمت جدول ها که این قسمت جدول هست به نام تیبل که میشه جدول ها، از این مثلا دکمه استفاده کنید add a table. توی قسمت هوم هم یه قسمتی داریم به اسم فونت که میتونید ازش کارهایی بکنید، ازش یه کارهایی انجام بدین. مثلا برای مثال حالا من چند تا چیز می نویسم. میتونید با این قسمت بزرگ و کوچیکش کنید. حتی اگه مثلا خیلی بزرگتر میخواین، مثلا 72 کوچیک میخواین بزرگتر بشه، میتونید توی این قسمت انتخاب کنید، مثلا بنویسید و اینتر رو بزنید. یا این قسمت هم که گفتم کوچیک میکنه. از این قسمت هم میتونید برای مثلا چی بهش میگن، یه جور فسفور کردن متن بهش میگن. میتونید متنتون رو فسفور کنید با رنگ های دیگه، با نوع های دیگه. بعد میتونید توی این قسمت هم انتخاب کنید که مثلا رنگ متنتون چه رنگی باشه، مثلا قرمز باشه یا مثلا آبی باشه، هر رنگی که دلتون بخواد. بعد این قسمت هم برای بولد کردن متنتونه، یعنی متنتون درشت میکنه. این قسمت هم کجش میکنه، اگه یه خورده توجه کنید ببینید کجش میکنه. این قسمت هم زیر متن خط میکشه. حالا بذار یه چیز درست بنویسم. مثلا مینویسم ورد، ببینید زیرش خط داره. اگه من زیرش خط داریم، میتونید خط رو بذارید یا نذارید، هم بولدش میکنه. این قسمت هم برای مثلا نوع فونتتونه، مثلا میتونید نوع فونتتون رو اینجا انتخاب کنید. مثلا من اینو میزنم یا مثلا این یکی رو میزنم، نوع فونت هم تغییر میکنه. توی تصویر میتونید به چیزهای دیگه هم بپردازیم. توی قسمت فونت
برای وقتی که تایپ میکنیم میتونید نوع قلمتون رو با فونت نوشته در شکل زیر با ابزارهای قلم در گروه فونت از سرور هوم آشنا شوید. توی این قسمت میتونیم با کارهای خاصی انجام بدیم. توی این قسمت نوع قلم که همون فونت میشه، تعیین سبک نگارش که همون گفتم بولدش میکنه، کجش میکنه و زیرش خط میکشه، تعیین جلوهای قلم. توی این قسمت مثلا مثلا میخواین اسمتون رو بنویسید، مثلا مینویسید اسم من مثلا امیر نادری هست. بعد میخواین نادری رو خط بندازید، بگید نه اسم من امیر نادری نیست، اسم من امیر مثلا احمدی هست. توی این قسمت میتونید با خط زدن همون متنتون ببینید خطش میزن. میتونید با چیزهای دیگه هم امتحان کنید، مثلا برای یه چیز دیگه امتحانش کنید. حالا من براتون یه مثال زدم. این قسمت هم برای مثلا دیدی میگن مثلا عدد 3 به توان 2 یا مثلا عدد فلان به فلان، شما میتونید با اینها جای اون عدد مثلا انتخاب کنید. مثلا می‌نویسم 2 به توان مثلا 3، باید از این استفاده کنید. حالا من بخوام مثلا 3 رو بیارم پایین، 3 رو پاک میکنم و این رو روشن میکنم، مثلا 3 میاد پایین جا. من توی عکس هم براتون یه مثال های دیگه رو آوردم. این قسمت هم که براتون توضیح دادم که متنتون رو بولد میکنه، کجش میکنه و زیرش خط میکشه. توی این قسمت هم که رنگ قلمتون میتونید تغییر بدین، برای این هم هایلایتش میتونید بکنین. توی این قسمت هم میتونید جلوهای ویژه بهش بدین که مثلا تکستتون مثلا اینجوریه، میتونید به این مثلا یه حالت انگار برآمده از انگار از صفحه اومده بیرون، یا حتی مار دیگه هم توش هست میتونید استفاده کنید. این قسمت که گفتم میتونید باش سورد باز کنم، گفتم که میتونید برای ریاضیات و یا مثلا جدول ها ازش استفاده کنین. ببینید مثلا حالا مثلا مساوی عددش رو حالا میگین. ببین برای مثلا اینجور مثال ها استفاده میشه. حالا توی این قسمت مربوط به چیه؟ بعضی از اگه توجه کنین توی این قسمت همه قسمت ها، بیشتر قسمت ها، بعضی هاشون ممکنه نداشته باشن. تو قسمت هم بیشتر هست. این قسمت برای تنظیمات دقیق مثلا متنتون استفاده میشه. شما میتونید از این استفاده کنید. حالا اینا مربوط به چی هستن، چی کار میکنن؟ بریم توی عکس ببینیم. همونطور که توی عکس میبینید این قسمت برای کلی حروف کوچک متن منتخب را به حروف بزرگ تبدیل میکند. مثلا ورد رو به با حرف کوچیک می‌نویسیم، بعد وقتی که این تیکو بزنیم اون حرف های کوچیک رو برامون بزرگ میکنه. مثلا این ورد با حروف کوچکه، اگه این تیکه اینو فعال کنیم ورد با حروف بزرگ بهمون نمایش میده. تیش شرمنده. این قسمت برای کوچیک کردن حروفه و این قسمت برای بزرگ کردن حروفه. این قسمت هم برای متنتون رو براتون مخفی میکنه. این قسمت هم 2 خط همون مثلا گفتم اسمتون نادری نیست یا احمدیه، اون همون خطی که براتون توضیح دادم. اینجا یه تنظیمات به اصطلاح حرفه‌ای هست. حالا ما زیاد کار به این نداریم. این قسمت بعد، حالا این قسمت عملکردهای این قسمت ورد رو بهمون نشون میده. این قسمت ها هر کدوم برای چه چیزی هستن، چه کاربردی دارن و برای چی استفاده میشن. این قسمت برای اینه که اولین حرف در اولین کلمه هر پاراگراف را به حروف بزرگ تبدیل میکند. یعنی وقتی که متن انگلیسی
می نویسین اول حرفش رو مثل این حرف پاراگراف را به حروف بزرگ تبدیل میکنه، دقیقا مثل این که اولی حروفش رو بزرگ یا کوچیک میکنه. میتونید خودتون انتخاب کنید. تمام حروف متن انتخابی را به حروف کوچک تبدیل میکنه، یعنی تمام مثلا حروفتون مثلا بزرگ نوشتین، این براتون کوچیک میکنه. تمام حروف متن انتخابی را به حروف بزرگ تبدیل میکند. حروف هایی که مثلا کوچیک نوشتین رو براتون بزرگ میکنه. اولین کاراکتر هر کلمه متن انتخابی را به حرف بزرگ تبدیل میکند. یعنی مثلا می نویسین دیز بوک، این تی رو براتون بزرگ میکنه، این بیش رو براتون بزرگ میکنه. وضعیت هر کاراکتر را معکوس میکنه، یعنی حروف کوچک به حروف بزرگ و حروف بزرگ را به حروف کوچک تبدیل میکند. مثلا نوشید دیز بوک، مثلا تیش رو بزرگ کردیم، بوکش رو بزرگ کردیم، خودتون دستی بزرگش کردین. وقتی که اینو روشن کنین دقیقا برعکس اعمال میشه، این کاری که کردیم براتون برعکس میشه. همین. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. تا قسمت دوم بعدی ورد. خدا نگهدار. Thank you for watch. Goodbye.